سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخوام بهتون نشون بدم چجوری ژل ابرومو میزنم که برای 24 ساعت ابروام لیفت میمونه بدون اینکه بریزه. خب اول موامونو میدیم پشت گوشمون، خیلی مرحله مهمیه ها. خب اول از همه کاری که میکنیم ابروامونو به جهت‌های مختلف با ژل ابروم میکشیم. اینوری میکشم، پایین میکشم، بالا هم میکشم یه ذره. اینجوری که شد بعد خیلی محکم بر اون حالت میدیم. بعد دیگه حالا دست خودمونو میتونیم ابروامونو خیلی نازک کنیم، میتونیم پهتر کنیم، میتونیم ببریم بالا بیاریم پایین. نکنید چقدر متفاوت شد، انگار صورتم لیفت شد. خب اینو بهش فرم میدیم. من از بالا هم یه حالت کادرتور براش درست میکنم. اوکی که شد به اون حالتی که خواستم در اومد، یه کارت برمیدارم روش نگه میدارم و تا 15 ثانیه میشمارم اینطوری. 1001 1002 1003. خب تا اینجا که فکر کنم خودتون میدونستید. حالا کاری که میکنم اینه که زیر ابرومو با یه حالا کرم همرنگ هم پوستم یا روشنترم میکشم. اینطوری میکشم که انگار مثلا به سمت بالاتر بره، انگار بیشتر لیف شده باشه. خب بعدا اینو درست میکنم. چیز دیگه ای که هست، تا الان قبلش هر کار کردم و همتون میدونستید. از اینجا به بعدش رو حالا نمیدونم درسته یا نه، ولی من این کار همیشه کردم، جوابم گرفتم. خیلی کم پودر فیکس، خیلی کم بر میدارید و روش میزنید. خیلی کم، اینطوری حتی روی ابروتون سفیدی هم نمونه. ولی اگه حالا 1% از سفیدی مون روی ابروهاتون، میتونید با سایه همرنگ ابروتون رو کاورش کنید. یه مقدار سایه همرنگ ابروتون بزنید روش، درست میشه. حالا این کارم که انجام دادیم، با مداد جاهایی که خالیه یا جایی که میخوایم شیپش عوض شه رو درست میکنیم. حالا اون خط سفیدایی که بهتون گفتم و درست ترش میکنیم. خب من رفتم اون ور درستش کردم. ببینید چقدر متفاوته. قشنگ صورتمو لیف کرد. بعد به خاطر پودر فیکسی که زدیم روش، قشنگ تا 24 ساعت میمونه. یعنی دقیقاً وقتی بشوریدش دیگه پاک میشه. میرم اون یکی هم درست کنم بیام. خب بریم سراغ مرحله آخر. با یک کانسیلر یا همون کرم پودر خودت دور ابروتو با یه براش سرتخت میکشید به این صورت. بعد محوشم میکنی. روشن نباید باشه، خیلی خیلی بد میشه اگه خیلی روشن باشه. تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید فالوم کنید، لایک هم بکنید. اگه تو یوتیوب سابسکرایب کنید. بای بای.